الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، أما بعد. بینندگان گرامی، امروز در مورد آیت 16 سوره اسراء صحبت داریم. چند روز قبل یک نواری را دیدم که آقای شفیع عیار در مورد همین آیت صحبت میکرد و آن را ترجمه نادرست میکرد. در این آیت الله سبحانه و تعالی میفرماید: و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا. الله متعال در این آیت خبر میدهد که هر وقتی که بخواهد شهر را هلاک بسازد، البته به سبب گناه های آنها، الله متعال هرگیز هیچ کس را ظلم نمی کند یا که هیچ قومی را هلاک نمی سازد تا اینکه با آنها یک پیغمبر روان میکند. آیت قرآنی است. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی میخواهد یک قومی را به سبب گناه های آنها، به سبب سرکشی آنها، به سببی که آنها پیغمبران را به قتل رساندند، آنها معجزات و چیزهایی که از آنها طلب کرده بودند از پیغمبران، آنها را به تمسخر بگیرند، یعنی که مستحق عذاب خداوند باشند، در آن حالت الله سبحانه و تعالی آنها را به عملهای امر میکند. امرنا مترفیها، یعنی سرکشان و خوشگذران آنها، سرداران آنها را امر میکند به طاعات، به عملهای خیر. ففسقوا فیها، آنها چیز میکنند؟ از امر سرپیچی میکنند تا اینکه فحق علیها القول، یعنی که عذاب الهی به آنها قطعی بگردد و آنها را الله سبحانه و تعالی فدمرناها تدمیرا، یعنی که آنها را زیر و زبر میسازد یا اینکه آنها را هلاک میسازد. خب همین جایی که میگوید که امرنا مترفیها، در اینجا شفیع عیار میگوید که قدرتمندان آن را امر میکنیم که در آن به نافرمانی خدا بپردازند. برای ثروتمندا و زورآورایش امر میکنیم که اشرف غنی، کرزی و دیگرایش که برای کارهای خراب بکنین. خدایی که 124,000 پیغمبر رایی کرده که ما هدایت کنه، آل نفران رایی میکنه که برای بچیم کارهای خراب کنین. وقتی که قدرتمندان آن را امر میکنیم که در آن به نافرمانی خدا بپردازند، این کارهای بد کنند و در نتیجه عذاب بر آن مقرر میشود و آن را نابود میکنیم. در هیچ جایی نآمده است که الله سبحانه و تعالی کسی را به عمل بد امر کرده باشد. ان الله لا یأمر بالفحشاء، الله سبحانه و تعالی هرگیز کسی را با کار ناشایان امر نمیکند. در قرآن آمده است: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. الله تعالی ما را به عدل کردن امر میکند، به نکوکاری امر میکند، ما را به عملهای خیر امر میکند، دستگیری کردن ضعیفان، دستگیری کردن خویش و تبار و ما را از کارهای زشت منع میکند. در تمام قرآن اگر ما نظر کنیم هیچ جایی نمیبینیم که الله سبحانه و تعالی کسی را به امر زشت امر کرده باشد. در اینجا که اگر شما معنای آن را نمیفهمید، این مشکلی شما است. خود شما نمیفهمید معنای این آیت را. وقتی شما معنای آیت را نمیفهمید، با مردم به طور خطا نرسانید که الله سبحانه و تعالی نعوذ بالله اینها را به امر زشت امر کرد تا اینکه آنها را هلاک بسازد. در تمام قرآن کریم تنها عملهایی که الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است این کارهای خیر است. همه عملهایی که ما به آن امر شده ایم، نماز است، روزه است، زکات است، حج است، ظلم نکردن، عدالت کردن، دزدی نکردن، زنا نکردن،
هم عمل خیر است. هیچ جای ما ندیدیم که الله سبحانه و تعالی کسی را به امری بد کرده باشد، یعنی امر زشتی که برای ما و شما فرمان داده باشد. پس وقتی که در این آیت میاییم که شما این را به آن معنا میکنید که الله سبحانه و تعالی اینها را امر به آن کردن که فسق و فجور بکنن تا اینکه موردی هلاک قرار بگیرن، این سخن نادرست است. این شما وقتی که معنی آن را نمیفهمید سخن شناس نیستی جان من، خطا اینجاست. و اگر ما در آیت قبلی نظر کنیم، اینجا الله سبحانه و تعالی میگوید که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما هیچ قومی را عذاب نمیدهیم تا اینکه با آنها یک پیغمبر روان بکنیم تا به آنها یک تا پرستی را برساند، یعنی دین اسلام را به آنها میرساندند و عملهای آنها سبب میگشت که آنها خراب میگردیدند. پس آیت قبلی دلالت به آن میکند که الله سبحانه و تعالی اینها را هرگز به عمل زشت امر نکرده است، یعنی آنها را به طاعت امر کرده است، لیکن اینها چی کردن؟ سرپیچی کردن، آنها فرمانی کردن. و دیگر اگر ما در کلمه فسق نظر کنیم، ففسقو، در همین کلمه فسق معنای فسق برآمدن از اطاعت است، یعنی مخالفت کردن. خیلی که در آیتی که حضرت آدم علیه السلام رو وقتی که شیطان رو گفتن که به حضرت آدم علیه السلام سجده کند، چی گفت؟ ففسق عن امر ربه، یعنی که او مخالفت کرد به امر پروردگار خود. برآمدن از طاعت، ففسقو فیها، یعنی که از اطاعت برآمدن. امرنا، ما امر کردیم آنها را به عمل خیر، امرنا بالطاعه ففسقوا فيها، یعنی فخرجوا من الطاعه، ما آنها را به طاعت امر کردیم لیکن آنها چی کردن؟ از طاعت برآمدن، مخالفت کردن. یعنی اینجا یک کلمه محذوفی است که این را در زبان عربی الایجاز بالحذف میگویند. مثلا امرته فعصانی، من او را امر کردم لیکن او چیز کرد؟ سرپیچی کرد. در اینجا یک کلمه محذوف است که امرته بطاعتی فعصانی، یعنی من او را امر به طاعت خود کردم لیکن او چی کرد؟ سرپیچی کرد. خب در همین آیت مثل همین ایجاز بالحذف وجود دارد که میگوید امرنا مترفیها بالطاعه، ما امر کردیم سرداران آنها را، خوشگذران آنها را به طاعت، لیکن اونها چیکار کردن؟ ففسقوا فیها، لیکن اونها از طاعت خارج شدن، اونها عمل نکردن، از طاعت سرپیچی کردن. از این لحاظ اینجا یکی از قاعده های زبان عربی وجود دارد که آن را چیز میگویند الایجاز بالحذف. خب همچنین فا، حرف فایی که در ففسقوا وجود دارد، این را در زبان عربی میگویند که ترتیب و تعقیب را معنا میکند، یعنی بعد از امر کردن به طاعت آنها چی کردن؟ سرپیچی کردن. کسی اگر زبان عربی را خوب بیاموزد و قاعده های زبان عربی را خوب بداند، از این قاعده ها میفهمد که اینجا یک کلمه چی است؟ یک کلمه است که حذف شده است و با معنایی که الله سبحانه و تعالی در تمام قرآن به آن امر کرده است و تمام قرآن دلالت به آن میکند که الله سبحانه و تعالی یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. همیشه الله سبحانه و تعالی امر به عدل و نکوکاری کرده است و هرگز امر به فحشا نکرده است. و همین معنا را اگر ما در تفسیرهای علما ببینیم، تفسیر طبری، قرطبی، ابن کثیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر رازی، تفسیر جلالین، همین تفسیرهایی که من ذکر کردم تمام اینها همین معنا را گفتند. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا آنها را امر به فعل خیر و طاعت کرده است لیکن آنها از آن
سرپیچی کردند تا آن دمی که عذاب بر آنها مستحق می‌گردد و آنها هلاک می‌گردند.